الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. خدای بخشنده و بخشنده مهربان. الحمدلله امروز ما در نهه خدا شکر در یعنی صحرا وقتی انشاءالله خدا خواهد حاضر یعنی جمع کردیم ما مونسی انشاءالله گردم ها. الحمدلله الله سبحانه و تعالی در این سال خدا خواهد سال 2023 سال پرفیض برکات. الحمدلله الله سبحانه و تعالی تمام دهقانان امروز شیارزمین مسرور خرسند هستند از خداوند انشاءالله جمع کردن خداوند این گندم که این غذای خداوند انشاءالله بایگری هر یک خداوند ما و شماست. البته ما دعا میشیم که الله سبحانه و تعالی در این خداوند انشاءالله دهقانی آنها برکات عطا نماید و تمام خداوند دهقانان خداوند در این کشور زندگی میکنن. الله سبحانه و تعالی همه دهقانان خداوند انشاءالله در عمرشون در رزقشون در خاندانشون در انشاءالله خداوند دهقانیشون الله سبحانه و تعالی اله برکات نماید. و بازم این سال 2023 سال پرفیض سال انشاءالله خداوند یعنی پر برکات. ما در زمین با این یاسیان خداوند وجود داریم که دهقانان خوشحال شیارزمین هستند. الحمدلله هر سال دهقانی را به این دل از تحت دل میکنند و الله سبحانه و تعالی در کشور در این شغل یعنی کاروباری آنها الله سبحانه و تعالی برکات عطا می‌نماید. الحمدلله ما دیگر تمام دهقانان را به این روز خرسندی به این روز شادی به این روز خروشید انشاءالله گردم ها تبریک و مبارکباد میگیم. الله در دهقانان همه دهقانانشون باید چون که دهقان باشد انشاءالله خلق باید میشود و در دهقانی همه انشاءالله دهقانان الله اله برکات عطا می‌نماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.